سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 19 نوامبر همراه شما. حکومت شهر خوجند بعد تاجران بازار پنجشنبه که آتش گرفت وعده داده است در برقرار کردن دکان و تجارتشان کمک میکند. دادا جان عبداللهیف معاون رئیس شهر روز 19 نوامبر بر رادیو آزادی گفت حجم زیان رسیده به تاجران معین کرده می شود و سپس به هر یک از آنها کمک های مشخص و امتیاز داده خواهد شد. در نتیجه سوختار شب 15 به 16 نوامبر در بازار بزرگ پنجشنبه بیشتر از 80 دکان و فروشگاه سوخته نابود شدند. با گفته مقامات خوجند در جایی که آتش گرفت 84 تاجر و صاحبکار فعالیت داشتند و کمش 65 نفر آنها زیان مالی دیده است. اخراجی گاز سبب آتش گرفتن بازار شده است. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 19 نوامبر طرح بودجه سال آینده را قبول کردند که قسم دخل آن تقریباً 3 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و نظر به بودجه سال گذشته 10% زیادتر است. بخش خرجی بودجه در سال 2015 نیز بیشتر می شود و سال آینده حکومت باید برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی 264 میلیون سومانی بیشتر از درآمد بودجه خرج کند. در طرح بودجه سال آینده همچنین 300 میلیون دلار برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون پیش بینی شده است. کمبود اساسی من سوای انرژتیک که برق تاجیک پورا مفلس تهدید واقعی قرض دهنده ها برای کشیدن مالکیت وجود دارد. فعلا هم نزد بودجه قرض دارد هم نزد خارجی قرض دارد و تهدید چنین وجود دارد. طرح بودجه سال آینده را در حال تصویب کردند که رشد اقتصادی تاجیکستان کند شده است و احتمال کمتر شدن درآمد به بودجه وجود دارد. در یک نشست در شهر دوشنبه مقامات تاجیکستان و روسیه و دیپلمات‌های چندی از کشورهای شوروی سابق مسئله پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند که به این سازمان حالا روسیه و بلاروس و قزاقستان شاملند. در نشست تحت عنوان تاجیکستان و سمت‌های همگرایی اوراسیایی در روز 19 نوامبر مقامات تاجیکستان گفتند برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا وقت لازم دارند و زمینه‌های حقوقی و پیامدهای شامل شدن به این سازمان را می‌آموزند. بعد از جستجوهای زیاد در نهایت جسد رخشانه ناظم‌زاده یک دخترک ساکن شهر دوشنبه را تصادفاً پیدا کردند. رخشانه 12 ساله 5 سال پیش ناپدید شد و تلاش و کوشش‌های زیادی والدانش نصب اعلان و عکسایش در خیابان و در رسانه‌ها در این 5 سال نتیجه نداد. باقی مانده های جسد رخشانه ناظم‌زاده را روز 15 نوامبر ساکنان یک خوابگاه کارخانه نساجی واقع در کوچه شفچنکوی شهر دوشنبه هنگام پاکیزه کردن چاه آبگذر حاجتخانه این بنا پیدا کردند. مادر رخشانه که در همین بنا زندگی می‌کند از لباس‌ها جسد دختر قورمرگش را شناخته است. رفتیم بگوشید مدرسه رو زنگ زدیم کنیم تا همه روزا 4 سال در 22 مکتبی ناحیه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان امروزها درس‌های تحمل پذیری برگزار می‌شود. در این درس‌ها که در مکتب‌های ولایت‌های سوغد و بادکند می‌گذرند به خوانندگان صنف‌های 5 تا 11 احترام به ملت‌های گوناگون و ارج گذاشتن به فرهنگ و سنت همدیگر را می‌آموزند. درس‌ها را بخشیده به روز بین‌المللی تحمل پذیری برگزار می‌کنند که هر سال روز 16 نوامبر تجلیل می‌شود. تا یک سال اخیر تکرار جنجال و مناقشه برای زمین و چراگاه و آب در روستاهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان همزیستی آسایشته ساکنان دو طرفی مرز را خلل‌دار کرده است. نوریدین سعیدوف وزیر معارف تاجیکستان گفته است که برای به درس نآمدن جریمه بستن دانشجویان پیشنهاد غیر قانونی است و احتمالاً قبول نمی شود. نوریدین سعیدوف روز 19 نوامبر به خبرنگاران در دوشنبه گفت این گونه پیشنهاد زمینه‌های قانونی ندارد ولی اگر دانشجوی 36 ساعت به درس نآمد از دانشگاه خارج کرده می شود. بیانیه وزیر پاسخ به پیشنهاد عبدالجبار رحمانوف رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری است که پیشتر پیشنهاد کرده است در صورتی به یک درس نآمدن دانشجو از او 25 سومانی جریمه ستانیده شود. و گزارشی کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.